در جایی که سنگ به آب میرسد، دو جهان پنهان آرام آرام شکل میگیرند. یکی آغازگر زندگی و دیگری سایه‌ای که بر آن می‌نشیند. برخورد این دو داستانی است که طبیعت کمتر اجازه دیدنش را می‌دهد. در امتداد رودخانه‌ای باستانی، جایی که آب هزاران سال مسیر خود را در دل سنگ تراشیده است، زندگی به شگفت‌انگیزترین شکل ممکن بر سطوح سخت چنگ زده است. اینجا، در میان درخشش آرام جریان آب و تپش خاموش چشمانداز، قلمروهای کوچک اما پر جنب و جوش جریان دارند. جهانهایی آنقدر ریز که تنها میکروسکوپ میتواند رازهایشان را آشکار کند. و بر همین صخره‌های فرسوده است که داستان ما آغاز می شود. آنچه روی این سنگ‌ها نقش بسته است، پدیده‌ای است که شاید در نخستین نگاه به سادگی از کنار آن بگذریم، اما در واقع یکی از پیچیده‌ترین و شگفت‌انگیزترین ساختارهای زیستی روی سیاره ماست. گلسنگ‌ها نمونه‌ای شگفت‌انگیز از این جهان پنهانند، موجوداتی که از همکاری یک قارچ و یک جلبک ساخته شدند. جام‌های نارنجی رنگی که در تصویر دیده می‌شوند، آپوتسیا هستند، اندام باردهی قارچ. زیر میکروسکوپ، بافت آنها همچون شبکه‌ای منظم از سلول‌های قارچی دیده می‌شود که اسپورها را در دل خود پرورش می‌دهند. گلسنگ‌ها از مقاوم‌ترین موجودات زمینند. آنها بر روی سنگ، چوب، تنه درختان مرده یا زنده و حتی سطوح شهری رشد می‌کنند و می‌توانند شرایطی را تحمل کنند که برای بیشتر موجودات زنده کاملاً مرگبار است. حضور آنها روی یک سطح نشانه‌ای از پاکی نسبی محیط است، زیرا بسیاری از گونه‌های گلسنگ نسبت به آلودگی هوا بسیار حساسند. ساختار گلسنگ‌ها طی هزاران سال تکامل یافته است تا نور خورشید را جذب کنند، رطوبت را ذخیره کنند و در دوره‌های خشک و سرد به حالتی نیمه خفت فرو بروند. همین سازگاری‌ها باعث شده است آنها به یکی از اولین استعمارگران سطح سنگ‌های برهوت زمین تبدیل شوند، جایی که خاکی وجود ندارد، اما گلسنگ شروع کننده فرایند تشکیل خاک است. گلسنگ‌ها نه تنها نشانه قدمت و پایداری طبیعت هستند، بلکه یادآور مفهوم همکاری و همزیستی اند، جایی که دو موجود متفاوت با کنار گذاشتن رقابت به موجودی تازه و قدرتمند تبدیل می شوند.
اما همه زندگی ها روی برگ ها به این اندازه مسالمت آمیز نیست. در کنار این همزیستی هماهنگ، گروه دیگری از قارچ ها وجود دارند که داستانی کاملا متفاوت رقم میزنند. قارچ های زنگ زدگی. دانه‌های نارنجی پودری که روی این برگ پراکنده شده‌اند در واقع اسپورهای این قارچ هستند. با نگاهی میکروسکوپی این اسپورها مانند گوی‌های کوچک، خشن و بخش دیده می‌شوند. ساختارهای تکامل یافته که برای چسبیدن، جوانه زدن و نفوذ به بافت گیاه طراحی شدند. وقتی اسپور به برگ نفوذ می کند، از رطوبت استفاده کرده و رشته‌های قارچی را در میان سلول‌های گیاه می‌گستراند. نتیجه، رابطه‌ای انگلی است که میلیون‌ها سال قدمت دارد. در تضاد میان گلسنگ همزیست و قارچ زنگزدگی انگل می‌توان چهره‌های گوناگون طبیعت را دید. از همکاری تا رقابت، از ساختن تا مصرف کردن. و وقتی این ساختارهای پنهان را زیر میکروسکوپ می‌بینیم، در می‌یابیم که حتی کوچکترین جانداران نیز از نظمی شگفت‌انگیز پیروی می‌کنند. نظمی که نشانه‌ای از حکمت و طراحی دقیق در دل آفرینش است. و در پایان، وقتی از چشمانداز این جهان میکروسکوپی فاصله می‌گیریم، شگفتی خلقت بیشتر نمایان می‌شود. از همزیستی مسالمت آمیز تا پیچیدگی چرخه‌های انگلی، همه چیز گواه ظرافت و دقت نظمی است که در تار و پود جهان پراکنده شده. در این سازوکار عظیم، حتی کوچکترین موجودات نقشی مشخص و حساب شده دارند. انگار هر کدام قطعه‌ای از معمای بزرگ آفرینشند و هرچه بیشتر می‌نگریم، عظمت آنچه پیش رو داریم بیشتر بر ما آشکار می‌شود.